آیا پیکسار یک راز تاریک را برای قسمت سوم کاشت؟ چی شد دقیقاً؟ در صحنه بعد از تیتراژ فیلم درون و بیرون 2، شادی به بخشی عمیق و پنهان از ذهن رایلی برمیگرده، جایی که احساسات و خاطرات سرکوب شده نگهداری میشن. اونجا با موجودی بزرگ و تاریک روبرو میشه، راز تاریک و عمیق. بعد از کمی اصرار این موجود اعتراف میکنه. رایلی یه بار فرش رو سوزوند. شادی میخنده و با تعجب میگه من فکر کردم منظورت همون قضیه دستشویی رفتن توی استخریه. بلافاصله موجود وحشت زده میشه و فرار میکنه. اما چرا این صحنه مهمه؟ و در ظاهر یه شوخی کوچیک به نظر میرسه، اما پشت این شوخی یه دنیا مفهوم خوابیده که یک راز دروغ گفت که زنده بمونه. راز وقتی فاش بشه دیگه راز نیست، یعنی از بین میره. پس این موجود شاید یه اعتراف کم خطر سوزوندن فرش رو گفت تا راز واقعی همچنان پنهون بمونه و خودش هم زنده بمونه. یعنی یه دروغ از روی ترس و غریزه بقا. که 2. پس یه چیز بدتر وجود داره. وقتی شادی به شوخی موضوع استخر رو مطرح میکنه، موجود به طرز شدیدی وحشت زده میشه. این یعنی هنوز یه چیز خیلی مهمتر، سنگین‌تر یا شاید شرم آورتر توی ذهن رایلی دفن شده، چیزی که ذهنش هنوز نمیتونه باهاش روبرو بشه. 3. حتی شادی هم حس کرد چیزی پشت پرده است. خنده شادی فقط از سرشوخی نبود، یه جور شک هم توش بود. انگار خودش هم انتظار یه راز مهمتر رو داشت. برای همین اون اعتراف سطحی بیشتر شبیه یک گمراه کننده تا حقیقت. بگه پیشبینی برای درون و بیرون 3. این صحنه فقط یه شوخی نبود. پیکسار داشت زمینه چینی میکرد. حالا چند نشونه برای آینده رو بررسی کنیم. یک نوستالژی هنوز بیدار نشده. ما در این فیلم برای چند لحظه با احساس نوستالژی آشنا شدیم، اما بهش گفتن تا دانشگاه بهت نیاز نداریم. این خودش یک کلید مهمه. تو قسمت سوم وقتی رایلی 17 یا 18 ساله میشه، نوستالژی ممکنه فعال بشه و کمک کنه تا خاطرات سرکوب شده و اون راز واقعی دوباره یادآوری بشن. 2. اضطراب میتونه متحول بشه. در قسمت دوم اضطراب تسلط داشت، اما شاید در قسمت بعدی رشد کنه و به جای کنترل کردن کمک کنه تا رایلی بتونه احساسات سختش رو بپذیره و پردازش کنه. اون حتی ممکنه در مسیر کشف راز واقعی نقش حمایتی داشته باشه. 3. بالاخره راز اصلی باید فاش بشه. به احتمال زیاد اون چیزی که شنیدیم راز واقعی نبود. قسمت سوم میتونه درباره سفر درونی رایلی باشه برای روبرو رو با واقعیت هایی که همیشه ازشون فرار میکرده تا بتونه خود واقعیشو پیدا کنه و آزاد بشه. جمع‌بندی: پیکسار استاد کاشتن بذرهای داستانیه و این صحنه بامزه هم احتمالاً یکی از اوناست. درون و بیرون 3 میتونه یه روایت عمیق درباره هویت، خاطره و شجاعت احساسی باشه.